در حال همه شما خوش آمدید میگیم. امروز برای ما یک روزی تاریخی است. باری اول در این سطح ما مهمونان قبول میکنیم و بینای نو که هست شرم هم نکرده که با افتخار با ابتکار اتفاقی ژورنالیستانی تاجیکستان بازدید و شناسایی نمایندگانی واسطه اخباری عامه از فعالیت و خدمترسانی‌های بانکی دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک تشکیل و برگزار گردید. بازدید نمایندگانی واسطه اخباری عامه با فعالیت دپارتمنت خزینه‌داری، دپارتمنت پرداخت نفقه و کارت‌های بانکی و مرکز پروسسینگ نظامی پرداخت کارت ملی آغاز گردید. اطلاع داده شد که همروزه به شماره زیادی میزاجان بانک خدمترسانی‌های گوناگون بانکی از قبیل کشودن پسنداز، برارش کارت، پیوست نمودن کارت به پیامک و برنامه مبیلی امانت موبایل و دیگر نمود خدمترسانی‌ها رسانیده می‌شود. ضمن بازدید از مرکز پروسسینگ نظام پرداخت کارت ملی قید گردید که در این مرکز در یک روز برارش تا 5-6 هزار کارت پلاستیکی امکان پذیر است. سپس مهمانان از آثارخانه و کتابخانه بانک دیده نموده وابسته به تاریخ تأسیس‌یابی و دستاوردهای امانت بانک در دوام سال‌های صاحب استقلالی که در آثارخانه به نمایش گذاشته شده بود معلومات گرفتند. در آخر در طولور مجلسگاه بانک رئیس ریاست بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک وابسته به نتیجه فعالیت بانک دوام سال 2021 به اشتراکداران معلومات مختصر پیشنهاد نمودند. تشکیل و برگزاری چنین شورابینی‌ها برای وسعت دادن همکاری‌ها با واسطه‌های اخباری عامه و به این وسیله تبلیغ و تشویق خدمترسانی‌های بانک در میان اهالی نظر است ارزیابی گردید.